با نام خدای بخشنده مهربان. سلام، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید، پیش از همه صحت سلامت و دور از تشویش‌های روزگار و هموطنان عزیزم که در داخل تازه هستند خوش و خندان لبخند بر لب داشته باشند. عزیزانی که تازه با کانال ما آشنا شدید، لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و با کانال ما ابونه شوید و زنگوله دایمی را برای همیشگی فشار بدهید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز گردید. موضوع برنامه امروزه ما موضوع قصر فرهنگ و علمی شهری ورشو می باشد که دوام برنامه گذشته و بریم با هم مرور کنیم این تاریخ این ساختمان را. چنانچه دوستان عزیز می‌دانید، تاریخ این ساختمان به سال 1955 میلادی راست می‌آید و در این سال ساخته به استفاده داده شد. بلندی بینای آسمانبوس 45 طبقه 187.68 متر در بر می‌گیرد و در یک جایگی با تیرش یا شپیلش بینا به 237 متر برابر می شود. ساختمان دارای 3288 اتاق می باشد. مساحتش 123.84 هزار متری مربع. حجم داخلی باشد 817 هزار متری مکعب می باشد. برای ساختمان این بینا 40 میلیون دانه خشت صرف کرده شده است. و ساختمان این بینا نشانه خاطره‌ای بخشیده شد. در آشیانه سیوم این بینا در بلندی 114 متر تراسه‌ای برای تماشای شهر موجود است که از آنجا پانورامای شهر گشوده می شود. یک وقتها وی آبروی بد داشت. در سال 1956 میلادی از وی یک قطار جهیدن‌های خودکشی سر زد. اول یک نفر فرانسوز جهیده خود را به هلاکت رساند و بعداً باز 7 پلک دیگر یا پولندی از اینجا خود را به زمین پرتافتند. پس از این حادثه ها ایوان با پنجره آهنین پیچانیده شد. دوستان عزیز، این بنا را شما در نوارهای خود مشاهده دارید. این همان بنای قصر فرهنگ و علمی می باشد که در دوران شوروی ساخته شده است و ما میریم نصیب باشد به داخل ساختمان. گفتن که در این داخل ساختمان یک موزه دیگر هم هست، خیلی هم زیبا، دیدنی و مشهور، خیلی چیزهای عجایب و غرایب دارد و میریم ما هم از این موزه انشاءالله دیدن میکنیم. و دوستان عزیز، کسانی که میخواهند سفر کنند به شهر ورشو لهستان، چندان دور نیست، در مرکز است. این هم در نوارهای خود که میبینید، این هم انگاه یا وокزال مرکزی شهری ورشو میباشد که نزدیکترین به این بنا میباشد و شما را میتونید با پیاده تقریبا 100 متر است رفته برسید و تماشا کنید از این ساختمان تاریخی. دوستان، در این موزه کالکسیون های نادر خیلی استوهای مشهوری پولند جمع آوری شدند که خیلی دیدنی و جالب می باشد. ماه فوریه سال 2007 میلادی قصر فرهنگ و علم با فهرست یادگارهای معماری وارد کرده شد. این زمان بنا با اداره شهرداری ورشو تعلق دارد. دوستان، بریم با هم یک جا یک تماشا کنیم این قصر فرهنگی و علمی شهری ورشو رو و علل خصوص موزه این رو که چیزهای نادر دارد. دوستان، میریم طرف موزه ربات ها، موزه حساب زمانوی، گالریا فیگور استالوویچ. زمینه این هم وارد شدن موزه و دوستان گفتن این موزه برای دو ماه این موقت بوده است. موزه سیار از دیگر جا آمدن اینجا نمایش میدن، باز میبرن دیگر جا. دوستان ببینید اینجا چیزایی میفروشن از این مغازه. ایرانی همش از آهن ساخته شده است، از آهن‌هایی که بیکار هستن. دوستان عزیز، ما وارد شدیم و داخل شدم. به اینجا هم 25 زلات بوده است. میره بینین اول کسی که در پیش ما میاد نوشته است ماشینی که ماشینی بالا های این هم از تمامی نگاه کنید از کلاتکی و ایرمی چیزا شسترانه و موسا ساخته شده است. کلیسای را بینید خیلی زحمت کشیده است، خیلی گفتی که استای این اینه سال دیوار بینید سپاه هم
چیزای ماشین ساخته شده است. زبچه‌های ماشین و پرزه‌های ماشین از نعل اسب و همه چیز. ببینید این مینیون‌ها رو ببینید. چند نمود مینیونی. طرف هم دوستان ربات ها هستن ربات ماشینه دوستان نگفتن اما شرق خیلی خره مردم عکس میگیرن نوار میگیرن اینجا هم ربات ماشینه یا ترانسفورمری بدونم و این طرف هم چی میگن ماداگاسکار چی ماداگاسکار است دوستان از اینجا خیلی زیاد است ماشین ها اینجا باجاش کرده شده است انا گفتن همون چنانچه گفتیم این موزه برای خاطر 2 ماه است در 2 ماه بعد راجع میره و دیگر جمعه ماشین ها رو مرسدس دیگرش بوگاتی اوش دیگه ماتسراتسی بوگاتی فراری موتورسیکل رو بی ادامه دیگه زیوز دیوانی همش خلاص گپی پیراتس قریب که ما همش هستن پیراتو دیگه طرف خلاص گپی این عکسایی که شما میبینید بتمن سلاوی تاو یا همش قهرمان‌های فیلم‌های آمریکایی هستن. اینجا یک بوده خیلی شوقی داره. شوقی داره باز چی می‌کنه. خب این طرف هم خانه‌بینی بالا دارم. چه چیزا بخوای واسه خودمون. آفرین. سر کلایی که واسه ساختن. داره ببینید این طرف هم ماشین‌های قدیمی واسه ببینید جیپ جنگی دورانی چند اینجا مایکل جکسون هم بوده است یا گفتی راکن اینجا اواتار هم بوده است این ببینید همون جیپ جنگی را اینجا دیگر اواتار زنکیش اواتار مردکیش اینجا چلاوی ربات اینجا چی مونده سریالی چی میگم قهرمانی مثلا چی خیلی زیبا و دیدنی هم هست سون عزیز من عزیز مدرک میز سیستم مدرک زال استاد کی میدونه که از کدام فیلم است در کامنتر بنویسن ببینید دوستان این کدام سریال است کدام فیلم است اینمی به حساب تخت که در اون فیلم دیده میشه و شاه در تخت میشینه و حکمرانی میکنه کسی که این فیلم میدونه در زیر ویدیو با ما کامنتر رو بنویسه ببینید دوستان خب میریم دیگه طرفای موزه تخت شاهی میریم دیگه طرف ها خدا کرده ایزشته بازی بودم بیام نگاه چی میگن کار میشکنه چی بود یک فیلم بیام قهرمان های فیلم ها و قهرمان های فیلم ها یا فیلم های کارتونی دیگه میریم این طرف چیه؟ بیام قهرمان های همان فیلم ها مخالم که همه شکل نمودش معلومه که سه امریکایی هستن و این موزیم شاید امریکایی باشه و از مسئولین اینجا میپرسیم خب ببینید
نپگدی زاید سمبوده باشه با اینجا آمده است اینجا بینید یک کسی دست که فقط همی چه فیلم های مطفیل ها قهرماناشا این ساخته است ایره بینید اما کسی تا تمامی شبکه های اینترنتی پرانه همی موسیقی های موزیکا این طرف هم دیگه قهرمان های فیلم ها لیگوش چه بینید قرباقه که چندین میلیون پراسموتر گرفته همه را لیگوش خب این طرف هم چیه؟ اون ماشینه گفتیم همه عکسگیری و فیلم برداری میکنن خب اینجا کاپیتان امریکا اینجا چه دیزنی مشهوری فیلم کسی که میدونه این فیلم ها رو در زیر ویدیو نمو بنویسن یم پیرات یم ترمیناتور خب این طرف چیه؟ این طرف قهرمان های فیلم ها کسیشون خورا داره بعضیش هم از یادم رفته است بنویسه زیر ویدیو بیره بی خیلی زحمت کشیده است خیلی اتفاقی جان خنده است این رو ببین خیلی همش صنعت میخوام همش کلا میخوام همش بتمن این بتمن است خب سن از این بریم دیگه دوستان عزیز تمام چیزی که شما می‌بینید یک حسابی کاری دستانی خودی مردمی بلند بوده است این موزه تشکیل کردن و ساختن این چیزا اما با استیلی امریکایی با استیلی قهرمان‌های فیلم‌های مختلف فکرم که امریکا است که امریکایی نبوده است چی بود مردم خیلی پاشا گفته ساختن خب دیگه مهم نیست مهمی است که خیلی جالب و دیدنی است مهمی است که خیلی چیزهای نادیر و ناتکرار داره خیلی جالب است بودن خب دوستان امروز فیلم اینجا بس است دیگه پسنده است دوستان عزیز اینجا رسیدیم به فرجام برنامه و هم کمی معلومات درباره ساختمان پانوراما موزه و جایهای دیدنی ساختمان بینایی قصر فرهنگی شهر ورشا و لهستان و با ما باشد منتظر ویدیوهای بعدی باشد امروز برنامه خود اینجا خاتمه میدیم میریم دیگه طرفهای سمت شهر و چیزهای دیگر میدیم با ما باشد تا برنامه‌های دیگر خدا نگهدار خداحافظ بدرود دوستان عزیز ناو موزه وشیدگی و توریستا و مردم تماشابین آمده است به طرف خب ما از اینجا خلاص کردیم چخیل ساخته شد و چخیل رفته ما میتونیم از این طرف شهر دوستان یک دفعه زاویه برون نبینیم ببینید خیلی در جای خوب مناسب این ساختمان ساخته شده از در مرکز شهری ورشاوا دیگه میریم چون دیگه سمت های شهر